چگونه مردن میخواهید؟ از کودکی موسفیدو میگفتن، من میشنیدم یک کلمه گپشون معقول بود. میگفته پاک و پروردگارا مده دولت پیری بته و مرگی با آبرو انمی چی منه. با فکر شما روزی جنازه‌تون آدمان درباره شما چی میگویند؟ میگن آدم ناز بود. اگر در آن دنیا با خداوند بخورید با او چی میگویید؟ میگم در نام پاکت بمبرم، خیریت پیش تو ما. یگون چیزی تو من نیستم، یگون چیزی تو من نیستم. در وقتش در گجا بود اینا نقاق خوردم، بودک من لباسای مردم ها لباس پشاندم. در گجا بودی خداوند رای راست مرا هدایت کرد. این برکتی همش رای راست بدن من، برکتی پدر مادر من نگاه کردم، دعاشا گرفتم. خداوند ای بولا نگاه کردیسته که من چیکار کردیستم. این رزق من از جانب الله او شما پس میزنی مرا ایتا میگم و نگه یگان جدا شتن خیسته. من صنعتکارم، من لبای بانکت میرم توی میرم، مرا دیده نگین که چلیکات قطع جورات فایرود نکتی. این همین در وقت زنی من بود، این همین عروس من نبود. چطوری مرد که هم گپا میزنی مرا ببینی که تو باید 5 کیلومتر بگریزه. ای من او قمردی جرعتی مردک باید مرا نگه گذشته همه جزیره. ای گذشته ما چق نکو، اولی تو فرزند دوری، کیلن دوری. ای کیلن دم ای نوسواد میبینی. چی با شما یا خیلت همی اقی پدرین، اقی پدره ای اقی پدروشین یا خیلت چو اقدر درناتون کیر چی میگن پری کیرم و پری جزیری پری افلوسی های سببش در چی باشه؟ یا که پروستا بخیلین پروستا خیلی کاراچی هم قشفه همینو که ده حیات یا خیلت کو موسروش بده. کامنتاری ها من خوندم یک کامنتاری یا ویدیو ما خوندم ایقا نفرت ایقا گاب اخی در پدر یا خیلت نمالد او چای اگم تا کشتم او تا اگم تا کشتم بلا دیقا آدم های پستین نیسته. ای بعضی دکو آدم پس در روی دنیا نیسته. پروستا خدا همین قشما را میزنه برای که وقتی آدم خداوند آدم از زد. ای خاله التماس بیا یاردمم که به خدا عصبی شدم نمیتونم. خاله بیا یاردم که یارم شب را خاله برگه بریم اگر نشه به خلاش کنم من میارم خودم. چیکارش کنم؟ انا من مفتگی من رفته. شیم دوستان عزیزی من، ما بعد از محفل رفته ایستادیم به استراحت آدم رو یک قوه یک نیروی خوب میبخشد. اخلاباد رفتیم پکیچکو با همراهی برادری عزیزم، برادری قدردانم که زیاد دوستش میدارم، شرفی اسماعیل جان. ستوریس سلامت باش اکا جان، آوازتان خسته نباشد. ستوریس مرا پیگیری کنین. بعد ما گفتن نمونم پای پیشکوی ما بسیار از مکیاژ میپرسیدن زوش که امروز با خوشتر شده. باز در ستوریس دیگری میگم که محصول دستی کدام بانوی پرهنر است. خودم دنی به درجه اولی بچکس مقبوله. Короче, همه історія мако, همه ویدیو мако 500,000 просмотр شود. خب من شما دم کال میکنم. Даю слово. Так что Рейка Джурада. حرام شوربا و کی بود وای سرتای دخترم درویی کردی قچاق کردیشون حرام شوربا قصه شاعری قنقزم گامدی قتیمم گامدی والله قسم میگم اگر ما قطرنگی پیشینه گاوزونم موش اودا